بعدشم تو نتانیاهو تو که نشون دادی ما هر سری بخوایم کسی رو بزنیم مورچرم میایم میزنیم، حسابشو میرسیم کسی هم نفهمه انقدر، یعنی دقیق شما. خب بیناموس، چرا خب بس خود داستانا نمیزنی تو؟ خود خاکامو، خود رفیق تو خامنه ای رو، اون که پولا رو خوب داره میفرسته لبنان و نمیدونم غزه و فلان بسار، تو هم بهونه خوبی داری اونا رو بزنی از بین ببری یه مش بدبخت بیچاره رو. خب چرا اونو نمیزنی؟ خب اونو بزنی دیگه بازی تمامه دیگه. خب ببین منو، توی گوشتراز با این گوشتراز نفهمه توی بیت رهبری جفتتون خوردم زمین، چونه جفتتونم پاره کنم.